برایان جانسون، مردی که میخواد به جاودانگی برسه. درست شنیدید. تیتر خبرهای امروز AI مردی بوده که میلیاردر آمریکایی هستش و سعی میکنه خلاف جهت زمان شنا بکنه. یعنی دوست داره بدون اینکه کوچکترین آسیبی در بیولوژیک بدنش اتفاق بیفته عملا نامیرا بشه. برایان جانسون یک میلیونر آمریکایی بوده که یه مأموریت شخصی رو تصمیم میگیره انجام بده. برایان متولد 1977 هستش و توی استارتاپ های مختلفی کار کرده و جز افراد موفق و صاحب نام اون قسمت هستش. این آقا میاد تصمیم میگیره که یک پروژه‌ای رو استارت بزنه به نام بلوپرینت. بلوپرینت چی میگه؟ میگه اساساً مهندسی معکوس بدن انسان با هوش مصنوعیه که باعث میشه جلوگیری بکنه از پیری. میاد و میگه آقا من یک هشتگی رو میخوام ترند بکنم به نام دونت دای و یه سری پیروان داره و یه سری افراد سعی میکنن این لایف استایل رو انجام بدن، تکرار بکنن و همراهش شدن. کیت یکی از اون افرادی هستش که خانم هستش و تصمیم گرفته همراه برایان باشه. چرا؟ چون این ایده رو داشته که همونجور که برایان داره این مسیر رو طی میکنه، من هم به عنوان جنسی مخالف مرد که خانم باشه تصمیم میگیرم این مسیر رو همراه اون باشم که ببینم آیا این اتفاق روی بدن خانم ها هم جواب میده یا نه. برایان میاد یه سری مؤلفه ها برای بلوپرینت میذاره که یه سری چارچوب ها برای این عمل هستش، مثل مصرف کالری 1970 در روز یا مکملایی که میشه گفت تقریبا با داروها به 100 عدد میرسن و مانیتورینگ کامل لحظه به لحظه بدن. یعنی کامل میاد اتفاقات بدن و چیزهایی که رخ داده رو بررسی میکنه، کوچکترینش رو سعی میکنه تحلیل بکنه از طریق هوش مصنوعی که اتفاقی برای بدنش رخ نده. حالا موضوعی که هستش چیه؟ برایان میاد یه کار جنجالی انجام میده. اونم اینه که میاد پلاسمای پسر 17 ساله خودش رو به بدن خود برایان تزریق میکنه تا یه سری نشانه‌های از جوانی رو توی بافت پوستی خودش مشاهده بکنه که بعد یه مدتی عملاً اعلام میکنه که این مسیر با شکست روبرو شده. با تمام این اما و اگرها و مخالفای سفت و شدیدی که بحث این دونت دای داشت، باید قبول بکنیم که برایان با این که 47 سالش هست، طبق تحقیقات پزشکی که انجام شده قلبش 37 سالشه، پوستش 28 سالشه و سطح التهابی بدنش میشه گفت تقریبا نزدیک به صفر و این خیلی چیز عجیبی هستش و عملکردش کاملا بهتر از رنج سنی خودش هستش. طبق تحقیقاتی که انجام دادیم و در واقع پیش بردیم این مسیر رو، دونت دای خیلی ترند شده و خیلی از افراد دارن توی این مسیر و توی این اتفاقایی که داره میفته دارن همراه این آدم میشن. برایان اومده خودشو که تو آدم و حوای دنیای مدرن نامیده و به شدت پیروان سفت و سختی داره که معتقدند از طریق هوش مصنوعی و AI ما میتونیم نامیرا باشیم و به زندگی خودمون به حد زیادی ادامه بدیم. کما که دکتر برایان جانسون برگشته گفته آقا عملا برایان با رنج سنی و رنج بدنی که الان داره میتونه تا 115 سالگی در سلامتی کامل با بدنی زیسته و فعال به زندگی خودش ادامه بده. به نظر شما میشه با هوش مصنوعی نامیرا بود یا نه؟ همونجور که هوش مصنوعی وارد زندگی ما شده و یه سری تغییرات عظیم توی این اتفاقات به وجود آورده، آیا میتونیم با هوش مصنوعی یک سری مسائل شناخته شده و بیسیک زندگی کردن انسان ها رو تغییر بدیم و عملکرد بهتری داشته باشیم؟ دوست دارم شما این موضوع رو توی کامنت، کپشن و هر قسمتی که میتونید برای ما نظرتون رو بگید، ما رو استوری کنید، شیر کنید. اگر از طریق یوتیوب ما رو ببینید سابسکرایب یادتون نره. شبتون بخیر.